مثل که حضور جانی دپ تو فیلم جدید 2000 دریای کاریب تبدیل به یه معمایی شده که هیچکی نمیدونه چی به چیه. همه میدونیم که جانی دپ خیلی هول هولکی از نقشش توی 2000 دریای کاریب کنار گذاشته شد. با بیگناهی دپ تو دادگاه، کلف ماجرا برای دیزنی پیچیده‌تر هم شد و حتی جری بروک هایمر تهیه کننده این سری گفته خیلی دوست داره که جانی دپ به نقشش برگرده، اما خودشون هم نمیدونن واقعا قرار چی پیش بیاد. شایعات در این باره حد و مرزی ندارن. یه بار اعلام میشه قرار نیست جانی دپ به نقشش برگرده، اما بعداً خبر میاد دیزنی به حضور دوباره جانی دپ علاقه‌منده. حساسیت زیادی با این اخبار ایجاد شده. سازنده‌ها با حجمه عظیمی از هوادارهای مواجهن که گفتن بدون جانی دپ اصلا فیلمو نمیبینن. نویسنده دوزان دریای جدید کریگ مازنه، همون خالق لاستافاس، و جدیدا هم معلوم شده که سریال یه ریبوت و شروع تازه واسه کل مجموعه است. اما به طرز حیرت انگیزی مطلقاً در بیانیه‌های رسمی هیچ اشاره به حضور یا عدم حضور جانی دپ تو فیلم جدید نمیشه، که همین مسئله نشون میده که وزنه کاراکتر جک اسپارو به حدی سنگینه که دیزنی ترجیح میده همین رازآلود بودن موضوع رو برای داغ نگه داشتن فیلم تا جایی که میتونه ادامه بده و